ما باید هیچ وقت فریب نخوریم. ما باید هوشیار باشیم. ما باید بیدار باشیم. 47 سال در میدان نبرد قرار داشتیم. به میلیون ها شهید و زخمی دادیم. قبرستان های ما پوری جوانان هستند. تا بکی این حالت را تحمل کنیم؟ بیایید که بر یک دیگر دست بدهیم و در آبادی کشور خود رول خود را ایفا نماییم. امروز امن است. امروز لله الحمد کسی نیست که برایتان بگوید که از ما پیش باید نروی. موترت یک طرف استاد کو که اول موتر ما تیر شود. امروز روزی نیست. آن شبهای خونین گذشت که شب 2 بجه در حالت خواب سر بام به ما شما بیگانگان استاد می شدند در داخل حویلی خود، در داخل ملکت خود. حق نداشتیم که برشان بگوییم که چی میکنی. جوانان ما را شهید میکردند، بندی میکردند، در پیشروی سیاسرا، در پیشروی اطفال به شهادت میرساندند. از این که در ظلم بالا دیگر نیست. باید شکر بکشیم که از همان حالات بیرون شده. نظام داریم که یک نظام عادل است. در سرزمین جهان هیچ نظامی وجود ندارد که مشکلات نداشته باشد، چون این دنیاست. دنیا دار اسباب است. بادشاهی به دست انسان هاست. ملائکه و پیغمبران نیستند. در هر جای مشکل وجود دارد. در هر کنج دنیا مشکل وجود دارد. این مشکلات جزئی باعث ازی باید نگردد که ما شما نظام را نفی کنیم.